داداش سلام. یه کیلو این نخوده به من میدی بی زحمت؟ اون 4 پر رو بله. برو از اونجا بگیر. داداش داری که خودت. برو از اونجا بگیر. باشه. مرسی. داداش یه سوال، چون خودت داشت شیرشی تو برو از اون بگیر. 4 پرش دمه در هنوز؟ نه برداشت رفتی. بیا تو بهت بگم جریانش. قدیما بین بزرگترهای بازار، قدیمیای بازار یه رسمی بود که صبح به صبح هیچکی هنوز دشت نکرده چهارپایه‌ها رو میذاشتن دم در. هر کسی که دشت میکرد چهارپایه‌اش رو برمی‌داشت. وقتی مشتری دوم واسه کسی که دشت کرده بود میومد اول بیرون نگاه میکرد ببینید چهارپایه کی دم دره. مشتری رو میفرستاد اونجا که بره اون بنده خدا هم دشت کنه و همه دشت اول صبح داشته باشد، هیچ کسی بیروزی نمونه. هنوزم که هنوزه تو بعضی بازارها مخصوصا بازار سرپوشیده تبریز هنوزم این رسم بین کاسبای قدیمی هستش. قدیمی ها یه چیزای خیلی بهتر از ما جوونا میدونن. ایوالا ممنونم. خداحافظ شما.